ضربه کنه و تیم پرسپولیس رو دست اومده. علی کریمی ضربه رو خواهد بود، یه ذره بیشتر براش مزاحمت ایجاد میکنن طرفداران تیم فوتبال استقلال که بلافاصله بازیکن استقلال میان میخوان که طرفداران تیم استقلال آماده خودشون حفظ بکنن. رحمتی اونجا هست، جلو منتظری هست و سیاوش اکبرپور با ضربه باید زده بشه. بنگر هم میبینید که داخل محوطه جریمه باش حرکت میکرد. حنیف عمران زده بین طرفداران پرسپولیس که کریمی رو تشویق میکنه. عاشقم سیتی